با سلام. سیر سبزی است که از زمانهای قدیم به عنوان یک داروی طبیعی برای کاهش فشار خون مورد استفاده قرار می گرفته است. طرفداران این روش درمانی بر این باورند که مصرف سیر به عنوان غذا یا مصرف عصاره سیر به شکل مکمل‌های غذایی می تواند به درمان فشار خون بالا یا جلوگیری از ایجاد فشار خون بالا کمک کند. در این ویدیو ما به موضوع کاهش فشار خون با سیر و نحوه مصرف سیر با این هدف می پردازیم. فشار خون بالا از اصلی ترین عوامل بیماری های قلبی و عروقی است. یکی از روش های اولیه کنترل فشار خون بالا تغییر در رژیم غذایی است. طبق گفته محققان، اضافه کردن سیر به رژیم غذایی می تواند فشار خون را به میزان متوسطی کاهش دهد. سیر نقش مهمی در رژیم غذایی و همچنین دارویی تاریخ بشر داشته است و در فهرست فروش برتر 10 گیاهان دارویی در بین مردم قرار گرفته است. این گیاه دارویی بیش از 5000 سال است که برای پیشگیری و درمان بیماری ها استفاده می شود و گزارشات کمی در مورد عوارض جانبی وجود دارد. تصور می شود که سیر ممکن است تا حدی با تحریک تولید اکسید نیتریک، ترکیبی که نقش کلیدی در گشاد شدن رگ‌های خونی شما دارد، به کاهش فشار خون کمک کند. مروری بر چندین کارآزمایی بالینی نشان داده است که سیر باعث کاهش فشار خون سیستولیک و یا دیاستولیک می شود و اثر مفیدی در کنترل فشار خون بالا دارد. خواص کاهش فشار خون سیر با تولید سولفید هیدروژن و محتوای آلیسین آزاد شده از آلین و آنزیم آلیناز مرتبط است. طبق یک تحقیق، مکمل‌های سیر ممکن است فشار خون را به همان اندازه کاهش دهند که برخی از داروهای مورد استفاده برای درمان فشار خون بالا این کار را می‌کنند. فرآورده‌های سیر ممکن است گزینه درمانی جایگزین یا مکمل قابل قبولی برای فشار خون بالا باشند. علاوه بر این، کارشناسان معتقدند که خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی سیر نیز ممکن است به توانایی آن در کاهش یا جلوگیری از افزایش فشار خون کمک کند. سیر دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی طبیعی است. به کاهش کلسترول کمک می کند، از سرطان و چندین بیماری قلبی و عروقی پیشگیری می کند و به طور همزمان به عنوان رقیق کننده خون عمل می کند. حتی می تواند ورم معده را نیز درمان کند. سیر حاوی ترکیبات گوگرد مانند آلیسین است که یکی از مفیدترین داروهای طبیعی فشار خون بالاست. آلیناز آنزیمی است که هنگام خرد کردن یا جویدن سیر خام آزاد می شود. سپس تحت یک سری واکنش‌ها قرار می گیرد و در نتیجه آلیسین تشکیل می شود. اما نحوه مصرف سیر: اول به صورت سیر خام. خوردن سیر تازه و خام یکی از داروهای گیاهی برای کنترل فشار خون است. جویدن سیر خام آلیناز را برای آزادسازی حداکثر آلیسین فعال می کند. برای افزایش بهره‌مندی از خواص باید سیر طی 1 تا 2 ساعت از فعال شدن آلیسین خرد شود. برای کنترل فشار خون می توانید این ماده غذایی را به طور منظم بخورید. پودر سیر: گنجاندن سیر در رژیم غذایی روزانه می تواند فشار خون شما را کاهش دهد. حدود 600 تا 900 میلی گرم پودر سیر می تواند فشار خون را در حدود 9 تا 12% کاهش دهد. سیر به صورت سالاد: همچنین می توانید ورقه‌های نازک سیر را مستقیما به سالادهای مورد علاقه خود اضافه کنید. سیر خام خرد شده نیز گزینه خوبی برای تهیه سالادهای خوشمزه و در این حال سالم است. سالاد سیر رنده شده را بخشی از رژیم غذایی خود قرار دهید و دیگر گیاهان گرانقیمت برای فشار خون بالا را فراموش کنید. ترکیب شیر و سیر: این نوشیدنی به عنوان دارو عمل می کند و برای سلامت کلی بدن شما نیز مفید است. برای تهیه این نوشیدنی به 10 تا 12 حب سیر پوست کنده و خرد شده نیاز دارید. حبه های سیر را به شیر گرم اضافه کنید. حتی می توانید برای نتیجه بهتر 1 قاشق غذاخوری عسل به نوشیدنی اضافه کنید. یکی از درمانهای خانگی توصیه شده برای کنترل فشار خون ترکیب ماست و سیر است. ماست و سیر باعث کاهش میزان چربی تجمع یافته در عروق و مسدود شدن آنها می شود. در نتیجه مانع از افزایش فشار خون و همچنین گرفتگی رگ‌ها و حملات قلبی خواهد شد. بالا بودن سطح کلسترول مضر نیز یکی از علل گرفتگی شریان‌ها و افزایش فشار خون است. در این مورد نیز ماست و سیر با تاثیر مثبت در کاهش میزان کلسترول به کنترل فشار خون کمک می کند. برای تهیه مخلوط ماست و سیر باید سیر له یا رنده شده را به ماست اضافه کرده و برای داشتن طعم بهتر مقداری نعنا به آن اضافه کنید. این پیش‌غذا باید برای مدتی با معده خالی میل شود تا خواص تغذیه آن به طور کامل دریافت شود. فشار خون بالا
به صورت کنترل نشده علاوه بر افزایش خطر بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته قلبی میتواند منجر به مشکلاتی مانند آسیب کلیه، از دست دادن بینایی و حتی اختلال حافظه مرتبط شود. مسئله عوارض جانبی بر محبوبیت داروهای طبیعی برای کاهش فشار خون نسبت به داروهای شیمیایی می‌افزاید. از طرف دیگر با اینکه افزایش مصرف سیر ممکن است به بهبود سلامت و محافظت بدن در برابر فشار خون بالا کمک کند، مکمل‌های سیر نباید به عنوان جایگزین مراقبت استاندارد فشار خون بالا استفاده شوند. هرچند سیر در مقادیر معمولی موجود در غذا احتمالاً برای اکثر افراد بی‌خطر است، اما مصرف بیش از حد آن عوارض جانبی متعددی از جمله سوزش سردل، حالت تهوع و اسهال ایجاد کند. همچنین افراد مبتلا به اختلالات خونریزی و زنان باردار یا شیرده نباید سیر مصرف کنند. از آنجایی که سیر ممکن است لخته شدن خون را کندتر کند، مصرف آن همراه با داروهای رقیق کننده خون نیز میتواند خطر عوارض جانبی مانند خونریزی و کبودی را افزایش دهد. اگر قصد کاهش فشار خون با سیر را دارید، حتما قبل از شروع رژیم درمانی خود با پزشک خود مشورت کنید. امیدوارم این ویدیو مورد استفاده همه شما قرار گرفته باشد. منتظر ویدیوهای بعدی ما نیز باشید. خیلی ممنون و تشکر از توجه همه شما.